سلام، ما اومدیم امروز با هم یه آشپزی دیگه کنیم. پودینگ چی درست کنیم؟ پودینگ شکلاتی. خب تو هم میخوای سلام کنی ماما؟ سلام، من میخوام پودینگ شکلاتی درست کنم. خب گندم چیا حالا بریزیم؟ 2 تا لیوان شیر همه رو خب 2 تا لیوان شیر گندم ریختیم تو. نشاسته ذرت چقدر؟ 3 تا قاشق. خب بعدش چی اضافه میکنیم گندم خانم؟ کاکائو. چیه مامان؟ کاکائو چقدر؟ یه ساعت. 2 تا قاشق هم پودر کاکائو. هم میزنی؟ من میزنم. حالا شکر قهوه‌ای. چی بودی؟ شکر قهوه‌ای. شکر قهوه‌ای هم ریخت. من میریزم. من چقدر بود این گندم؟ نصف پیمونه بوده. اینطوری من به همش میزنم. بذار من تمیز کنم. خرابکاری کردم. برنامه زنده است. ببخشید من خرابکاری میکنم. بذار من دهم بزنم ژلمو. دستیارتونم من. چیکار کنم الان خانم؟ الان اینو بذارین گاز. بفرمایید. چشم. ببخشید خانم اینا رو کی اضافه میکنی؟ بعدش آها. یاد گرفتی اینو رو حیارت به هم میزنی. بله یاد دارم میگیرم مرسی. حالا تو به هم بزن. چشم. درسته؟ بعد سفت بشه. آها. گندم خانم لباست چه رنگیه؟ صورتی. خیلی خوشگله. خامه رو کی بریزیم گندم خانم؟ صبح بریزیم؟ فردا صبح؟ فردا صبح. بریزیمش. چیو بریزیم؟ اینا رو. اینا شکلاته. چیه؟ تلخه با شکلات شیری. پس الان میخوایم شکلات تلخ و شکلات شیری بریزیم تو این غلظتش هم. من اینو اینطوری میریزم. شد. آره بذار من بریزم. گندم خوشمزه است. نسبت شکلاتیه. الان فردا صبح شد. خامه رو میریزیم؟ آره. سرش هست؟ میریزیم؟ چقدر خامه؟ تو بریزی. من بریزم؟ 3 تا. 3 تا؟ 200 گرم هم خامه بود درسته؟ 200 گرم هم خامه. این چیه؟ وانیل ماهی. بلند بگو. وانیل ماهی. وانیل مایه. چقدر بریزیم؟ یه قاشق چایخوری هم از این بریزیم. سرآشپز فقط مشغول خوردنه. هم بزن. چشم. درست هم میزنم؟ آره. آفرین کاراتو خوب بلده. خیلی ممنون از شما. ببینم. خیلی خوشمزه است. بده. چه مزه‌ایه. خوشت اومد؟ آره. اینو میذاریم تو ظرف. میذاریم تو یخچال.
همشو خودم میخورم. چی میخوری گردو؟ سیب میخوری؟ آره. سیبش خوشمزه است؟ چیه؟ چیه مامان اسمش؟ توت فرنگه. خب گردم خانم چیکار کردی اینو الان؟ از یخچال آوردیم گذاشتیم اینجا آماده شده. حالا تزیینش میکنم. من دوربینتو تزیین میکنم. بیا. بخوری؟ توت فرنگی شو؟ نه چرا؟ بیا از اینم بذار از اینم بذار. گلشو بخوری؟ گلش هم میخوای بخوری؟ آره. گلشم میخوام بخورم. بیا بخور گلشم. باش. میخوام بخورمش. تزیین نمی کنید خودتون خانم؟ ما میخوریم. پودیممون آماده است. تزیینش کردیم. بله چقدر قشنگ شد تزیینش. اینم میذاریم خلاصه. عالی. درست کنین و لذت ببرید. بای بای.